اگر خداوند جل شانه بار به ما گذاشت، در روز اول ما سرقماندانی آلای قوای مسلح را درگ ایجاد میکن. امنیت هر شارع در 8 ساعت، هر 8 ساعت بر ما راپورت داده خود شد. ما باز اون نفر صاحب عقل و ضمیر میدانم که راپور رش تکمیل نباشه جلریز سرش حرکت شده نتانه و قماندان امنیه و معین وزارت داخله به جای خود بانه. ما خراب برادر کمبود ظرفیت قوای امنیتی نداریم، کمبود ظرفیت مدیریت و پرسان داریم. در مدیریت در پرسان نیم مشکل حل میشه و یک بار که مردم بدانن که هر 8 ساعت بعد رئیس جمهور افغانستان 1 ساعت سر وضع امنیتی با معیارهای مشخص عبور میکنه، ببینین که نیمش اسلام میشه یا نمیشه. این وضع قابل قبول ما نیست. میلیاردها دلار سر از قوای امنیتی مصرف میشه. از خاطر چی؟ از خاطر اینکه امنیت قایم شد.